ابو جهل که یکی از دولتمندهای همون زمان رسول اکرم بود، به سوی تمام همون مردم اعلان کرد که وقتی محمد سری خودت در همون خاک میگذارد و از خدای خودش زاره میکند، مرا خبر دهین، با این پای که دارم در گردن محمد میگذارم و چهره او را در زمین خاکالود میکنم. این سبب طغیان ابو جهل بود، برای به دولت بود، برای به سولت بود. فکر کرد این دولت و این سولت شوی نجات میدهد. روز میگد رسول اکرم که چهره خودش در همون زمین پیشانی خودش گذاشت و سبحان ربی الاعلا شروع کرد و برای غم امتش گریه میکرد، ابو جهل خبر دادن ابو جهل محمد پیشانی خودش در خاک گذاشت، وای ساعتها میگذارد. ابو جهل میگد از جای خود خیست و دوان به همون جایی که محمد سجده داشت آمد. و مجرد مفسر قرآن میگوید نزدیک شد، یک چهره ناخوب در ابو جهل پیدا شد و پس گشت. میگه نزدیک نشد. وقتی از او رفیقاش پرسیدن چیکار کردی؟ پات نگذاشتی در گردن محمد؟ گفت قسم به ذات و قسم به لات و عزا، اونها یک بوت داشتن، هیکلای امروزه ما و شما واری نامه هاشون لات و عزا بود. قسم گفت به لات و عزا که بین من و بین محمد وقتی من نزدیک شدم یک چاه گفت پیدا شد، از داخلش یک اژدها گفت سرش برآورد و دهان خدا به سوی من کشاده کرد. گفت از دیدن او گفت در چهره من ترس پیدا شد. وقتی این واقعه را بر رسول اکرم حکایت کردن که ابو جهل همچنان میگوید، رسول الله گفت قسم به عظمتی آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر ابو جهل یک قدم پیش میگذاشت فرشته ها اعضاهای او را پاره پاره میکردند. محمد بی صاحب نیست، محمد خدا دارد، محمد در حفظ خدای خود است.